در بخش لشکرگاه هم گفته میتونیم که یک ترانسفرمر ما جدیداً روی کار انداختیم، سیستم های سویچگی رویش نصب کردیم و سیستم اتومیشن جدید بر از اونا نصب کردیم که اونا هم مشکلات زیاد خود را در این بخش داشت. در جنگا هم امی ترانسفرمر رو بعضی سب استیشنشون خسارت دیده بودن که او هم مشکلش حل شد. در شیرین تگاب یک 10 مگاوات ترانسفرمر داشتیم که سالهای متمادی خراب بود و ما کوشش کردیم که بالای کمپانی های متعدد جورش کنیم، جور نشد. بالاخره انجینرهای بشنا شرکت خودشان ایره جور کردن، امروز عملا کار میکنه. در بخش ازبکستان هم رئیس گفتن که در بخش ریله های محافظوی سب استیشن نایب آباد با تغییراتی که ما آوردیم، با این تغییرات ما از 430 مگاوات عمل به 480 مگاوات ظرفیت زیر بلند کردیم که فعلا ما از این عملا استفاده میکنیم. از شیرخان بندر الا شهر کندوز ما لین جدیدی را انتقال دادیم که لین جدید هم توانایی زیر داره که ما از 70 مگاوات ما ایره تا 90 مگاوات برق ظرفیتش بلند ببریم.